سلام مجدد دوستان، داخل آلپا بودیم. دیدم چند تا نیمی جلومونه و تو اینجا تونستم با خدگیری چند نفرشونو بزنم. حاجی اینجا یارو داشت مثل بوسمن میومد دیوار زدمش. حاجی اینجا داشتم با اسنایپر مشق میکردم، خدگیری میکردم، یه نفر آور داره دمیزم بایستدم اینجا نشستم آرمو خود کردم. یارو فکر کرده رفتم پایین ولی بعد خودگیرش کردم. اینجا با اسمجی میدیدم بهش. حاجی اینجا سر دراپم یکی اومده با قلدری بانش کردم. وقتم رفتم پایین دیدم یکی به داره از دستم فرار میکنه. بالاخره گیرش میارم میزنمش. حداقل اینجا وان میشه. حاجی اینجا بعد وقتم وان میکنه. حاجی اینجا یارو کمپ کرده بود، باش یار دمج دادم، یارم دوزید.